شما چند برادر هستید؟ 11 برادر. آخرین من بنیامین است که نزد پدر مانده. بنیامین؟ چرا او را نیاوردید؟ منظورم این است که اگر او و پدرتان را هم میآوردید 2 سهم بیشتر گندم دریافت میکردید. ممکن نبود. نه، ممکن نبود آن دو را با خود بیاوریم. پدرمان نابیناست و توان سفر ندارد. ایشان به خاطر علاقه زیادشان به بنیامین او را از خود جدا نمی کنند. شدت علاقه پدرتان به بنیامین از چیست؟ مگر همه از یک پدر نیستیم؟ ما از یک پدریم ولی از یک مادر نیستیم. بنیامین را از مادر برادری بود به نام یوسف که گرگ‌ها او را خوردند. پدرمان از آن پس به جای یوسف مهر بنیامین را در قلب خود نشاند. با این وصف پدرتان علاقه زیادی به یوسف داشته. ضعف بینایی او هم به خاطر گریه زیاد در فراق یوسف است. آیا عزیز مصر از سخنان ما متأثر شدند؟ گمان نمی کنم. حال ایشان کمی مساعد نیست. همینک باز میگه. شنیدی آسمت؟ گریه های مدام پدرم در فراق من چشمان او را کور کرده. در 30 و چند سال خدا میداند به او چه گذشته. آرام باشید نبی خدا. مهمان ها منتظر شما هستند. مبادا مشغول شوند. ای کاش پدرم اینجا بود. چشمانش را میبوسیدم، قدومش را به آب دیده میشستم. آیا میتوانم مشقتی که در فراق من کشیده جبران کنم؟ به خواست خدا به مصر که آمدند غم این دوران را از دلشان میزداییم. دردی در سینه دارم که گاه طاقتم را تاق می‌کند. نکند سخنان ما عزیز مصر جناب یوزارسیف را آزرده است. نه، یاد مطلبی ذهن مرا به خود مشغول کرده. هرچه میکنم نمیتوانم به شما اطمینان کنم. شما حقیقتی را در کلام خود پنهان میکنید. ما به جناب صدر اعظم اطمینان میدهیم که جز حقیقت نگفتیم. آیا شما آن برادر گرگ خورده را دوست می داشتی؟ این امر بدیهی است عالی جناب. او برادر ما بود. وقتی از برادری که طعمه گرگ شده سخن می گفتید اندوهی در کلام شما مشاهده نکردم. کشته شدن برادر به دست گرگ حادثه تلخی است، نیست؟ نگفتم شما حقیقت را نمیگویید. گمان میکنم نیت اصلی شما چیز دیگری است. ولی عالی جناب، ما جز حقیقت نگفتیم. نمیدانیم سوء ظن شما نسبت به ما از چه روست. از کجا که همه این سخنان برای استتار نیت اصلی شما نباشد؟
مثلا از کجا که برای اخلال در نظم مصر و یا مقاصدی دیگر به اینجا نیامده اید؟ از کجا که اجیر شده سلاطین دیگر نیستید؟ نه عالی جناب، این تهمت ها در شأن فرزندان انبیا نیست. ذریه انبیا از این تهمت ها مبرا هستند عالی جناب. گویا شما از خطای پیامبرزادگانی چون پسر نوح و قابیل فرزند آدم بیخبرید. از کجا بدانم حقیقت را میگویید؟ میتوانید ثابت کنید؟ ما حقیقت را میگوییم عالی جناب. سوگند میخوریم. به جای سوگند در سفر آینده برادر کوچکترتان را به مصر بیاورید. با دیدن او صدق گفتارتان برایم روشن می شود. میبینید که من هم خوب پذیرایی میکنم و هم پیمانه گندم را کامل میدهم. اگر برادر کوچکترتان را با خود بیاورید او نیز سهمی میگیرد و اگر نیاورید به هیچ یک گندم نمیدهد.